الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این جواب و رد به تهمت ها و دروغگویی ها و بافته های ساخته های حزبی محمد اقبال صدرالدین مشرک و آذری مدخلی عبدالرحمن فاتحی ملا قطنبه است. این جواب و رد دوم است که اینها یک کنفرانسی کردند و در اونجا تهمت بر اهل توحید و پیش از همه تهمت به الله و رسول و دین الله و رسول بر دروغ بیان کردند. ما در جواب اول به تهدیدهایش، به زوریش، به تهمت و بی‌ادبیش الجزاء من جنس العمل جوابش گفتیم. حالا مسئله باز میگردد به مسائل شرعی، به مسائل دینی. برادران و خواهران مسلمانم، یک نقطه مهمی را پیش از شروع کردن به مسئله علمی و جواب گفتن به اعتقاد باطل این مشرکین یک نقطه را بیان میکنم که خوب دقت بکنید، بسنجید و بیاموزید. ای مردم مسلمان تاجیک، خود شما عقل دارید، خود شما می توانید که بسنجید و بفهمید. نقطه که من میگویم حالا بسنجید و بفهمید. اگر همین نقطه را خوب دقت دادید و سنجیدید، حقیقت منافق بودن این حزبی ها و مدخلی ها را میفهمید. بیایید نقطه را شروع میکنیم. نقطه اول پیش از داخل شدن به مسئله، یک مقدمه. همه مسلمانان تاجیکستان میدانند که یک فرقه یهودی ساخته و یک فرقه طاغوتی و یک فرقه خبیث برای شکستن کمر اسلام و مسلمین پیدا شده است. این مدخلی گفته می شود. اینها را مدخلی ها گفته می شود. حزب مدخلی. این مدخلی ها را البته یهودی ها پیدا کردند برای به خوبی نگه داشتن کرسی های طاغوت ها. و این مدخلی ها کم کمی در تاجیکستان هم بودند، در همه منطقه ها و در افغانستان هم هستند. انا همین به نام عبدالرحمن فاتح که خیلی با لقب ملا قطنبه در بین افغانستان مشهور است. عبدالرحمن فاتح تاجیکا میشناسین، لیکن به سبب این ویدیوهایی که اینو آن کردگیش هم همه شما میدونید، لقب ملا قطنبه که خیلی مشهورتر است، شیخ القطنبه یا ملا قطنبه، یکی از دعوا کنندگان مدخلی، یکی از گویا فخر کنندگان به مذهب مدخلی است. عبدالرحمن فاتح ملا قطنبه این انسان چی است؟ مدخلی، مشهور، معروف. ربیع المدخلی علمای مدخلی را خیلی دفاع میکند. علمای اهل سنت و الجماعت را خوارج میگوید. علمای اهل سنت و الجماعت را تکفیری و خوارج میگوید. و شما میدانید که این منهج کی است؟ منهج مدخلی است. مدخلی های یهودی ساخته برای نابود کردن منهج اهل سنت، برای دفاع کردن کرسی های طاغوت ها، برای لشکر طاغوت ها را نصرت دادن، اینها اهل سنت و الجماعت را مذهبی چی میگن؟ تکفیری. علمای اهل سنت را خوارج و تکفیری میگن. به مانند علماهایش، مثلا عبدالعزیز طرفی را تکفیری میگن، علی بن خدیر را تکفیری، سلیمان العلوان را تکفیری، خوارج، شیخ عبدالله جربو را تکفیری و خوارج و غیره. و هر کسی که جهل رو در کفر و شرک اکبر ظاهر عذر نگفت، اون تکفیری و خوارج. اما بعضی حالات به جیم می ایستند.
شیخ عبدالمحسن العباد، عبدالرزاق البدر، اینها کتاب نوشته. جهل عذر نیست. هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر گفت اینا کافر میگن، زورشون نمیرسد، خاموش میستن و بالاخره اینها مدخلی هستند. بله شما میدونید که مدخلی ها دشمنان سرسختترینی کی هستند؟ البته اهل سنت و بعد از این، بعد از اهل سنت، دشمنان سرسختترینی حزبی ها هستند. مدخلی ها حتی اهل سنت را حزبی میگوید، علمای اهل سنت را حزبی میگوید. علمای اهل سنت ما را که حزب را کفر میدانند، حزبی های علمانی لیبرالی را تکفیر مشرکین میکنند، میخوانند و میدانند، مدخلی ها اومده علمای اهل سنت حزبی میگوید. مدخلی ها دعوا دارد که اخوان المسلمین اینها اخوان المفسدین است، ما ضد حزبی ها هستیم میگه. مدخلی هایی که در تاجیکستان هم بودند خیلی مخالف حزب نهضت اسلامی تاجیکستانی که حزب نهضت مشرکی است، خیلی هم ضدیت و خیلی هم این مدخلی ها به انمین نهضتی ها زد و خورد میکردند. یعنی میگفتند که اسلام حزب ندارد، ما مذهبی سلف داریم، علمای ما حزبی ها را انکار میکنند. ربیع ابن هاد المدخلی و همه علمای مدخلی شب و روز ضد حزبی ها در تمام دنیا میزنند. اما اینجا یک عجایب است. عبدالرحمن فاتح ملا قطنبه به یک شبکه آمده، به یک کانال یوتیوبی آمده همکاری میکند و جماعت این شبکه را نصرت میدهد که اینها حزبی است. یعنی به کانال و به شبکه حزبی ها می آید، حزبی ها را نصرت میدهد. انکین فهمیدید که مدخلی ها خوبسا هستند، مدخلی ها دشمنان الله و رسول مشرکین هستند. به خاطر ضربه زدن به اهل سنت، به خاطر منهج اهل سنت رو منهج تکفیری و خوارجی گفتن، می آیند و همراه حزبی ها یک جا میشوند. از جانب دیگر در این حاضر برنامه می بینید که برنامه رو مجری، اداره کنندش، تشکیل کنندش محمد اقبال صدرالدین از تاجیکستان است. محمد اقبال صدرالدین از نظر آداب و اخلاق فرهنگ یگان دایره ندارد، نه دایره اسلامی و ایمانی، نه اخلاق ایمانی و نه دایره انسانی، نه یک اخلاق فطرتی انسانی. محمد اقبال صدرالدین از آداب و فرهنگ اسلامی هم برخوردار نیست، چی رسد اسلامی، از آداب و فرهنگ انسانیت، مدنیت انسانیت، از آداب و فرهنگ فطری برخوردار نیست. بسیار مشرکین که حتی یهود و نصارا است، آداب و اخلاقش، فطرتش از انا همین محمد اقبال خوبتر است. برای چی؟ برای آنکه اگرچه یهود و نصارا است، لیکن بعض یهود و نصارا آداب دارد، فطرت دارد، دروغگویی مثلا اینو آن بد میبیند. چهلی که کفار قریش در زمان رسول الله، اینها قریشی ها پیامبر اینها را مشرک میگفتند، لیکن همین مشرکین یک آداب، یک مدنیت، یک فرهنگ، راستگویی، یک شرم، یک حیا، یک مردیگری داشتند فطرتا. اما محمد اقبال یگان از این مردیگری، آداب، اخلاق، مدنیت، انسانیت، مدنیت انسانیت ندارد. و این انمین محمد اقبال صدرالدین بی ادب کی است؟ حزبی است، یکی از رؤسای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، ملای حزب نهضت تاجیکستان. زیرا که رئیس حزبشون محی الدین کبیری چیکار میکند؟ محمد اقبال رو ملا گفتگان میزند، این استاد گفتگان میزند، این دو مشرکین همدیگر رو ملای استاد گفتگان میزند. خو اینهای مسلمین، این رافضه ها، این ضد اهل سنت ها. انا کنون ببینید محمد اقبال یک حزبیه که حتی دیگر حزبی ها از محمد اقبال شرم می‌دارد. کدام حزبی؟ حزبی های اخوانی، بعضی از حزبی های دیگر از محمد اقبال شرم می‌دارند که این به نهایت کثافتی، بی ادبی، به نهایت یک نو انسانی، من یهودی میشوم،
من یهودی دوست میگیرم. حتی همه شما میدونید به ویدیو که یکی از یک بنام فردوس گفتنی بچه تاجیکی که خودش یهودی میگوید و از دین اسلام روی گردانیده کافر شده است، در اسرائیل زندگی میکند، در همون یک زمین غصب کرده این یهودی کفار زندگی میکند. در همونجا این برآمد، از همونجا برآمد کدام نفر رو پیامبرت رو گفته، محمد صلی الله علیه و سلم رو فلان و پسمدان گفته حقارت کرد، قرآنت رو گفته فلان و پسمدان گفته این یهودی حقارت کرد، دینت رو گفته حقارت کرد، خدایت الله گفته فلان و پسمدان گفته حقارت کرد. همه شما گو است. محمد اقبال میگه که این برادری من است، هیچ بوکی ندارد. میگه همین کسی که الله حقارت میکند، رسول الله حقارت میکند، دین حقارت میکند، همون کتی میگه هیچ بوکی ندارد، مشکل ندارد. و محمد اقبال همراهی رافضه ها، همراهی ایران، همراهی رافضه هایی که ابوبکر و عمر عثمان مرتد میگویند، رافضه هایی که مادرمان عایشه رو فاحشه میگویند، رافضه که قرآن ما رو تحریف شده میگوید، همراهی اونها میشیند، میخیزد. رافضه ها برادرش است، همراه ایرانی ها همکاری میکند، ایرانی ها رو دفاع میکند، دست پرورده همون ها است، از همون ها مبلغ میگیرد، زندگی میکند. اما البته مبلغ از مردم جمع کردنش یک پکریوت و روز کردن، لیکن اینا از ایران همه ای کارش یک دست پرورده های ایران، جاسوس ایران است. پیمان ملی که ساختن در درونش یکی از بزرگترین تعلیم داده ایرانی ها، یکی از آیت الله تاجیکی که رفته در ایران آیت الله شده است. دشمنی مسلمانان تاجیک در پیمان ملیشون کی است؟ سیدونی سرافشانی همراه اینا است. همشون هم دیگرشون برادر و استاد گفتگان میزنن. اناکنون همین محمد اقبال نو انصاف، محمد اقبال بی ادب، محمد اقبال رافضه، محمد اقبالی که یهود رو از مسلمان اهل سنت پیش میگیرد، می آید یک برنامه می سازد. عبدالرحمن فاتح مدخلی که خودش سلفی میگوید ضد حزبی است، می آید در این برنامه هر دویش در یک جا میشیند. یکیش حزبی خبیث رافضی یهودی، یکیش مدخلی یهودی. اناکنون دویدید که مدخلی ها کذاب دروغگو هستند که این شرمنده ها میگن که ما ضد حزبی هستیم. اناکنون دیدید دروغگو است. عبدالرحمن فاتحی ملا قطنبه یک چند سال از گشته و برگشته میگه که ما منهجمون سلفی صالح است، ما قرآن و سنت فهم سلف میگیم، ما ضد حزب، ضد کفر، ضد شرک میگه. لیکن به خاطر شهرت پیدا کردن، شهرت خواه است. این ملا قطنبه خیلی شهرت خواه است. عبدالرحمن فاتح این آذری مشرک به خاطر شهرت، به خاطر خودش منتشر کردن، به خاطر اهل سنت خوارج و تکفیری و مجسمه کافر گفتن، می آید همراه حزبی ها کار میکند. یعنی مشکلی نداره، یعنی به مدخلی مشکلی نیست که بیاید و حزبی برادر گوید. ما به برادران مسلمان تاجیکستان 10 سال زیاد است که میگوییم که ای برادرهای عزیز، ای خواهرهای موحده، برادرهای موحد، به فریب و نیرنگ، به شعار مدخلی ها شما فریفته نشوید. مدخلی ها شعارهای بلند دارند، بیرق های لا اله الا الله می بردارند. ما ضد حزبیم، ضد کفریم، ضد شرکیم، ما توحید به دعوت میکنیم، ما منهجمون قرآن و سنت و فهم سلف و علمای سلفی میگویند. اما این در زبانشان است. اینها هم به طاغوت یک جو هستند، لشکری طاغوت هستند، ضد قرآن و سنت همراه حزبی ها یک جو شده اهل سنت کتی می جنگند. ما در درس های حلقه های مدخلی شناسی که 37 حلقه کرده هستیم، خوب گوش کنید که یک چند سال پیش به شما گفته بودیم که حقیقت چهره مدخلی همین است که به خاطر اهل سنت رو زدن، حزبیه که شب و روز مدخلی حزبی را گنده میکرد، مدخلی به همون ضد حزبی خودش سلفی گفته، خودش مشهور کرد. اما وقتی که اهل سنت منتشر شد، حزبی ها کتی اومده یکتا شد. اناکنون فهمیدید که مدخلی ها آذری ها کذابین هستند. چی خیلی که محمد شریف عبدالعلیم تاجیکی مشرک آذری
حزبی ها کتی یک جا شد. دادر محمد شریف طاهر گفتگی یک مشرک آذری مدخلی شاگرد رسلان و هشام البیلی مدخلی های مصری تاجیک، ابو صهیب این مدخلی تاجیک آمد همراهی کی شد؟ همراهی حزبی ها شد. همیشه مدخلی های تاجیک، همیشه آذری های تاجیک و همیشه مدخلی های افغانستان و همیشه مدخلی های جمعی های ایران، آذری های افغانستان، ایران، تاجیکستان همراه حزبی های تاجیکستان است. حزب نهضت است. برای چی؟ برای آن که مدخلی های خائن دعوایی که میکنند که ما اهل سنت و الجماعت هستیم دروغ است. حقیقتشون دیدید. عبدالرحمن فاتح انکنون دیدید که موالات به حزب مشرکین دارد. الحمدلله به شما اشکر بشد. اما بعد مسئله دوم، نهضتی ها که شب و روز مدخلی ها این مدخلی ها آن میگفتند، نه بالاخره دیدن که مدخلی ها جهل میگفته است. مدخلی ها حزبی این کار کندم لیکن کفر شرکی اونم با مسلمانی میدانست است. از این میبرد که مدخلی ها چی بود است؟ ببینید چی بود است؟ مدخلی ها برای حزبی ها بهترین برادر بود است. حزب نهضت تاجیکستان بله فهم که مدخلی ها بهترین است، اگرچه مدخلی ها را حزبی ها قبول نمی کند، اما حزبی ها مدخلی ها را برای استفاده بردن بله استفاده می برد. همچون یک پتک پا، همچون یک ورق حاجت خانه مدخلی ها را استفاده می برد. مدخلی ها هم که خیلی شهرت خواه هست، مدخلی ها به نظر خودش حزبی ها را استفاده می برد. بالاخره برادران و خواهران موحدان، اکنون فهمیدید که این عبدالرحمن فاتح، محمد انصاری، دو سه ایرانی دیگریش، دو سه تاجیک دیگریش همراه حزبی ها هستند. اینها مذهب سلف ندارند، گمراه مشرکین هستند. فهمیدید نه؟ اینها عبدالرحمن فاتح، محمد انصاری و دیگر مدخلی ها از فقه الواقع، از واقعیت تاجیکستان، از تاریخ تاجیکستان، از واقعیت جنگ تاجیکستان، از تاریخ سیاه رافضگی حزب نهضت مشرکین خبر ندارند و برای اینها مهم نیست که این حزبی ها رافضه است و مشرک است و یهود است. برای اینها مهم این است که برایت مشهور شود در بین تاجیکو و برایت اهل سنت خوارج بود. فهمیدید؟ بله. یکم نقطه همین بود. برادران و خواهران عزیزم، در بالای این نقطه فکر کنید، خیانت اینها را فهمید. ما اهل سنت و الجماعت، ما موحدین هرگز به خاطر آذری ها را زدن رفته همراه حزبی ها یک جا نمیشیم. هرگز به خاطر حکومت را زدن رفته همراه حزبی یک جا نمیشیم. هرگز به خاطر این حزبی ها را زدن رفته به حکومت های طاغوتی یک جا نمیشیم. هرگز به خاطر حزبی زدن به مدخلی یک جا نمیشیم. هرگز به خاطر رافضی زدن به صوفی یک جا نمیشیم. ما اهل سنت و الجماعت مذهبمون انا همون مذهب احمد ابن حنبل، ابو حنیفه، مالک، شافعی، سفیان ابن عیینه، افزاعی، امام بخاری، مسلم، اسحاق ابن راهوی و غیره است از تابعین که حسن بصری و غیره. که مذهب ما این است، فهم سلف صالح صحابگان است رضی الله عنهم، که ما مذهبمون قرآن و سنت فهم سلفین امت است. قرآن و سنت میخوانیم، به فهم سلفین امت میفهمیم، عمل میکنیم و هر کس که اگر مخالفتی کنیم در اساس فکر اندیشش اگر قرآن و سنت به فهم سلفین امت نباشه دمیقه مخالفت داریم. ما روباه نیستیم، ما منافق نیستیم که همراه مدخلی یک جا شده مدخلی برادری من استی بگویم و حزبی ازنیم، همراه حزبی یک جا شده حکومت ازنیم، همراه حکومت یک جا شده حزبی ازنیم. این پلیتیکای ساخته منافقین است، این سیاست منافقین است. اهل سنت و الجماعت یک رنگ، یک نمود، یک فهم، یک منهج دارد. قرآن و سنت فهم سلفین اومد. آشکار و واضح به رافضه های ایرانی، به قبوری های صوفی، به این حکومت های دیکتاتوری ظالمی که مسلمان را میکشد، به این حزبی های مشرکین رافضه و دست پرورده رافضه ها، به این مدخلی های این کار کننده اهل سنت و به این آذری هایی که مشرک مسلمان میگویند،
و به این جهمی های اشعری ماتریدی که اسماء و صفات تعبیر میکنن مخالفت داریم. مخالفت ما مخالفت قتل کشتار نیست، مخالفت ما مخالفت نظری اعتقادی است. مخالفت ما در اساس قرآن و سنت فهم سلفین امت است. انا همین منهج در یاد دارید، انا همین منهج حق است. مرد مؤمن صادق باشه، روباه منافق نباشه، درویه منافق نباشه. انا که فهمیدید این درویه منافق رو؟ الحمدلله که این فضل الله هست که هر یک این بنام طالب علم هایی که خودش سلفی میگه رفته به همراه محمد اقبال یک جا می نشیند، او شرمنده شد، او بروش ریخت، کی بودنش معلوم شد. هر کسی رو که محمد اقبال یا حزبی ها میگه که همون آدم خوب است، همون آدم چهریش سیاه است، همون آدم دانید که یک منافقی به عقیده مشرک است. انا وقت البته اگر اینها بعضی از علمای اهل سنت رو به خاطر بعضی مسئله حق گوید، این دیگر است. من بالعموم طالب علمای رو اینا گویند که خوب است، این همنا گوش کنه طرفی ما است، این یک گمراه بودن طالب علم نشون میده. انا اکنون به مسئله علمی داخل میشویم. بیاید صدای محمد اقبال مشرک حزبی و عبدالرحمن مدخلی ملا قطنبه آذری مشرک را گذاریم و به دروغ و تهمت اینها جواب بگوییم و جهل اینها را در اساس منهج ما بیان کنیم. منهج سلف خیلی که به شما گفتیم. بسم الله. انسان تعجب میکنه نسبت به این مسئله. و یک سوال دیگر در همین قضیه، چرا تکفیری ها موانع بین مسائل عقیده و مسائل احکام ایجاد یعنی که میکنه؟ این مسئله را چگونه شرح می‌کنید؟ حالا این سوال را حزبی از مدخلی کرد. محمد اقبالی حزبی به ادب سوال کرد که چرا تکفیری ها میگه. ببینید به ادبی اینها اهل سنت. من حالا امام شافعی را میارم، امام مالکی را میارم، مزنی را میارم، شیخ الاسلام ابن تیمیه میارم، همه علما را میارم که اصول دین و فروع دین ظاهر و خفی در دین ما جدا میشود. البته عقیده و احکام نه. محمد اقبال صدرالدین از سبب اینکه جاهل در دین است، مشرک در دین است، یک رافضی که هست، این حزبی رافضی دزد البته که نمیفهمد. برای همین میگه که چرا تکفیری ها عقیده و فقه را از هم دیگر جدا میکنه. نه تکفیری، نه اهل سنت و یگان نفر علمای سلف صالح عقیده و فقه را جدا نکردند. ای جاهل. حتی نمی تکفیری های خوارجی که امروز هستند و ما اونها را رد میزنیم، همونها هم عقیده و فقه گفته جدا نمیکنند. اصلا خوارج های امروزه جدا نمیکند. فقه را هم برده به اصول میزند، فقه را هم عقیده گفته تکفیر میکند. انا کنون اصلا فرق گذاشتن دین در بین ما، تقسیمات دینی، عقیده و فقه گفته ما تقسیم نمیکنیم. عقیده و فقه گفته تقسیم کردن خطا است و این سخن اقبال همچون همیشگی تهمت است. اقبال خیلی به تهمت کردن کارهای خودش پیش برده است. حکومت خیلی تهمت کرده این حکومت طاغوتی دیکتاتوریه، این نمی خیلی به نظر خودش غلبه کرده است. اما نمیداند که در دین الله تهمت کردن، به علما و طالب علم اهل سنت تهمت کردن عاقبت شرمندگی در این دنیا و آخرت است، هلاک شدن است و خوار و ذلیل شدن است. الله خارج کند اخزه الله. یکون دروغش همین که چرا میگوید ما رو در نظر دارد، تکفیری گفته. عقیده و فقه جدا میکند. ما میگیم که ای مشرک، عقیده و فقه هیچ کس جدا نکرده است. عقیده و فقه جدا کردن از نظر حکم این خیلی تقسیمات وجود ندارد. تقسیمات را اصول دین میگن و فروع دین، یا تقسیمات را ظاهر و خفی میگن، نه عقیده و فقه. ظاهر و خفی یا که اصول دین و فروع دین میگن که ما سخنان علما رو میریم. بیایم ببینیم به سؤال حزبی مشرک مدخلی آذری مشرک چی جواب میده. ببینید اساسا بین بحث اصول و فروع این خودش جای بحث داره و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مجموع الفتاوا
این بحث را مفصل توضیح میده و علامه ابن عثیمین هم رحمه الله در بعض کتبش توضیح میده. میگه اساسا این تقسیم درست نیست که ما فرق قائل بشیم بین اصول و فروع و بگید اصلا میگه که نمیتونیم یک تعریف منسجم و تعریف دقیقی داشته باشیم که فرق بین این دو بگذاریم، چرا که بعضی از مسائلی که به اونها فروع گفته میشه در واقع اصوله. متوجهی؟ پس بنابراین فرق گذاشتن در بین این دو مسئله که این اصل و این فرع، این خودش قابل بحثه. یعنی من درسته این مسئله را عرض میکنم که در میان علم کسایی هستن که بین فرع و بین اصل تفاوت میگذارن، بین فروع و اصول فرق میگذارن. ببینید عبدالرحمن فاتح خیر نباشدم که طالب علم کمی خونده مدخلی است، لیکن مسئله عقیدوی و فقهی نگفت و اصل و فروع گفت و بعد از این باز کمی انصاف کرد و این عبدالرحمن فاتح مدخلی عذری ملا قطنبه گفت که در بین اهل علم علما هستند که اصل و فرع را جدا میکنند، اما محمد اقبال گفته ایستاده است که هر کسی که اصل و فرع جدا کند، عقیده و فقه جدا کند، تکفیری گفته است. عبدالرحمن فاتح گفته است که این چنین علما هستند. انا که بیت ما انا همین مسئله رو به شما بیان میکنیم. برادران و خواهران عزیزم، خیلی خوب دقت بدید، این یکی از شبهات بزرگی انا همین مدخلی ها و حزبی ها برای دفاع کردن کفرشون و شرکشون است. یکم، اینها این کار کردن که تقسیمات دین، اصل دین و فرع دین گفتن گپ نیست، یا مسئله ظاهره که اصل دین است و مسئله خفیه که فرع دین است، این چنین چیز نیست گفته. این مسئله رو چی کردن؟ این کار کردن. من شما منهج داریم. منهج ما چی است؟ دین ما قرآن است، سنت است، با فهم سلف این امت است. بله؟ الله در قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. ای اونهایی که ایمان آوردید، الله و رسول الله و اولو الامر منکم، اولو الامری که علما و پادشاهایی که از شما هستند اطاعت کنید. در دانش اگر فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر لكم ذلك خیر و احسن تأویلا. یعنی ببینید الله به ما منهج نشان داد و گفت ای مسلمان ها، وقتی که شما در یک مسئله خواه دینی خواه دنیوی کشمکش کردید، اختلاف کردید، تنازع کردید، همین مسئله را بازگردانید به سوی الله، یعنی به سوی قرآن، به سوی رسول الله، یعنی به سوی سنت، با فهم سلف این امت فهمید. اگر ایمان به روز قیامت داشته باشید، ایمان به الله و به روز قیامت داشته باشید، انا این برای شما مسلمانان خیر است. اما عبدالرحمن فاتح عذری، محمد اقبال حزبی مشرک، آیا همین مسئله که اختلاف شد به الله و رسول و فهم سلف گردانیدن یا نگردان؟ یکم منهج اهل سنت فهمیدن و قرآن و سنت به میگردان فهم سلف. انا که دویم منهج اهل سنت خوب دقت بدید، ما در هر مسئله سخن سلف صالح رو اول باید سخن سلف صالح رو نگریم. وقتی که سلف صالح در همون مسئله سخن کردند، بعد از سلف صالح آمده دیگر علما متقدمین، یعنی بعد از سلف آمده عصر 4 و 5 و 6 متقدمین میگن، یا متأخرین بعد از این آمده علما رو تا امروز متأخرین میگن. علمای متقدمین و متأخرین که بعد از سلف صالح آمدند، اگر سخنهایشون موافق سلف باشد قبول است، اگر مخالف سلف باشد مردود است. این منهج اهل سنت است. این سخن هم مدخلی میگوید، هم اهل سنت میگوید، هم بسیاری عذری ها میگوید و این سخن اکثر آدم میگوید لیکن عمل نمیکنه. لیکن من شما اهل سنت و الجماعت فقط به دهان نباید گوییم، ما اهل سنت و الجماعت هم میگوییم و هم عمل میکنیم. مذهب حق، طائفه الناجیه، طائفه المنصوره، فرقه الناجیه، اهل سنت و الجماعت عمل میکنن. ما میبینیم بیاید در مسئله اصول دین و فروع دین، آیا دین ما تقسیم میشود یا نمیشود؟ برادران عزیز، من یک چند سال پیش
یک کتاب نوشته هستم، نام کتاب ایمان به عمل صحیح نیست. در انا همون کتاب در صفحه 67 نظر کنید، همین مسئله را بخونید. در همون کتاب ایمان به عمل صحیح نیست، کتاب خیلی مفید است، خونید. صفحه 67 به درآید، همین مسئله را که من در اونجا موضوع گذاری کردم، اقوال سلف، یعنی سخنهای سلف صالح در اثبات تقسیمات دین به اصل و ظاهر و فرع و خفی، یعنی سخنهای سلف ما می آوریم که اثبات میکنیم که سلف صالح دین را تقسیم کرده اند به اصل دین و ظاهر، اصل دین مسائل ظاهر، و بر فرع دین و خفی. و هر کسی که بیاید انا همین تقسیمات دین را که اصل دین و فرع دین انکار کند، البته این یک چیزی بدیهی، یک چیزی بزرگ و عادی و واضح و روشن انکار کرده و به منهج عازری ها، به همین نمود عازری ها اگر انکار کرد، یک گمراه است. اولا عبدالرحمن فاتح در اینجا این ملا قطنبه گفت که شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموع الفتاوی در بالای اصل فرع دین گپ زده و اصل دین را انکار کرده. بله، این سخن ابن تیمیه وجود دارد، لیکن دوام سخن اینا چرا نمیخواند؟ برای آنکه خائن است، حزبی جاهل است، مدخلی خائن است. در دوام سخن ابن تیمیه رحمه الله فرع دین، مسئله ظاهر و مسئله خفی را جدا میکند، اصل دین و فروع را جدا میکند خود ابن تیمیه. پس ابن تیمیه کدام نمودی اصل دین و فرع دین گفتن تقسیمات انکار کرد؟ برادر عزیزم خوب دقت بدید، پیش از اینکه من سخنهای سلف گویم، اصل دین و فرع دین گفتن به دو نمود است، از نظر دو مذهب است. یک مذهب است که اصل دین و فرع دین تقسیم میکنند، اینها اهل کلام هستند، کلامی ها، جهمی ها، به مانند اشعری و ماتریدی، قبوری ها و غیره، حتی رافضه و غیره. لیکن تقسیماتی که اشعری ها، ماتریدی ها، جهمی ها، قبوری ها میکنند، این تقسیماتشون بله نامش اصل دین و فروع دین است، اما تقسیماتشون خطا است. تقسیماتشون در اساس قرآن و سنت و دلیل نه، در اساس قرآن و سنت و فهم سلف و دلیل نه. تقسیمات اهل کلام جهمی ها اصل دین و فروع دین گفته در اساس عقل، در اساس عقل اصل دین و فروع دین مطلق جدا میکنه. فهمیدید؟ در اساس عقل خودشون، در اساس فلسفه، در اساس منطق. برای همین کلامی ها اسما و صفات رو، توحید رو به اصل داخل نمیکنه. توحید الاسماء و صفات رو این جهمی ها اهل کلام به اصل دین داخل نمیکنه. توحید الوهیت رو به اصل دین داخل نمیکنه. اهل کلام در نزدشون اصل دین یا مسئله اصول فقط ربوبیت است و باقی مانده مسائل رو، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات و دیگر مسائل اصولی رو که ایمان است و غیر است، کفر است و شرک است، ترک کفر و شرک، این مسائل رو فروع میگویند. برای همین در بسیار جایی که انسان اصل دین ترک میکند و اینها میگن که هیچ باکی ندارد. ابن تیمیه در مجموع الفتاوی می آیند تقسیماتی که کلامی ها کرده، تقسیماتی رو که اشعری ها و ماتریدی ها کرده، جهمی ها کرده، اصل دین و فروع دین رو که تقسیمات باطل کرده، نومش اصل دین و فروع دین است، لیکن در درونش در اصل دین فقط ربوبیت است، الوهیت، اسما و صفات، توحید، کفر بالطاغوت، ایمان به الله وجود ندارد در اصل دین. ابن تیمیه رحمه الله اومده اینا انکار میکنن، اینا باطل میگن. این تقسیمات میگن که تقسیمات معتزلی جهمیگی است، این تقسیمات اهل کلام است، این تقسیمات شیطانی است که شما بیاید اصول دین و فروع دین گوید. اصول دین به فقط ربوبیت دراره، از توحید اسما و صفات، توحید الوهیت، کفر بالطاغوت، لا اله الا الله نطق کردنش برده فروعیات گوید. اشعری ها و ماتریدی ها میگن که
یک انسان لا اله الا الله نطق نکند هم مسلمان میشه. اما اهل سنت میگن که در اصل دین ما لا اله الا الله نطق کردنش به یک انسانی که کافر است و مشرک است برای به اسلام در آمدن اصل دین است، اما در نزد اینها فروع دین است. انا این تقسیمات از نظر داخلیش که فقط ربوبیت اصل دین گویی دیگرش اصل دین نگویی، انا اینه ابن تیمیه این کار کردن و در دوامش ابن تیمیه رحمه الله اصل دین بیان کردن، اصل دین بیان کردن و فرع دین بیان کرد، اصل دین و فرع دین بیان کرد. اکنون بیایید بارک الله فیکم سخنی پیش از اینکه سخنی کی را بگیریم، پیش از اینکه سخنی سلف گیریم ابن تیمیه را که دربارهشون اول شبهه درباره سخن ابن تیمیه شد ما جواب بگوییم. در این باره کتاب نوشته شده است. بارک الله فیکم. من حالا میکشویم کتابی بارک الله فیکم نوشته ای علامه های نجد نظر بکنید. علامه نجد مجددین ثانی شیخ الاسلام الادل عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، علامه رحمه الله میگن که الادله والبراهین، نام کتاب الادله والبراهین على عدم العذر بالجهل فی اصول الدین. نام کتاب ببینید، ادله یعنی دلیل ها و براهین یعنی برهان ها، دلیل ها و برهان ها بر این که جهل در اصول دین عذر نیست. این انسان مجدد دین است، عبدالرحمن شیخ الاسلام است، علامه اهل سنت است، مدخلی ها همه این علامه میگن این قبول نکرده علاج نیست، علمای نجد است، نبیره محمد ابن عبدالله است. اما می آید محمد اقبال صدرالدین جاهل بدین حزبی این آدم تکفیری خوارج گفته، این آدم میگه که تکفیری خوارج است. چرا تقسیم میکن تکفیری خوارج میگه؟ و بعد از این عبدالرحمن جاهل آذری مدخلی مشرک میگه که ابن تیمیه نگفته. در همین کتاب نام کتاب ببینید، جهل در اصول دین عذر نیست. عبدالرحمن مجدد دین میگن که در اصول دین که این یکتا پرستی است. اصول دین چی است؟ میگن این لا اله الا الله است، کفر بالطاغوت است، الولا و البرا است، علم بلا اله الا الله است، اخلاص است، ترک شرک است، یکتا پرستی است، محمد رسول الله گفتن و پیامبر شناختن و پیروی کردن است، ایمان آوردن به جنت و دوزخ و روز قیامت و اینا است. یکتا پرستی یعنی توحید و ترک شرک کفر. انا این اصول دین میگن. در این جهل عذر نیست. انسانی که اصول دین ترک کرد به شرک کفر واقع شد، جاهل در اصول دین موند یعنی در توحید موند، این مشرک است. میگه اسم میدیم، اسم میدیم مشرک است. میگه تکفیری اسم نه تکفیر معذبه اگر جاهل باشه. اما باقی مونده مسائل گفتن این مسائل به مسائل فروعات داخل میشد که فروعات با به خودش به دو قسم تقسیم میشه. فروعاتی که از احکام است و فروعات ظاهر است و معلوم من الدین بالضروره، و فروعاتی که از دقایق و نازکی است. و در همین کتاب علامه مجددین سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را میرد و این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب اقتضاء صراط المستقیم وجود دارد، در مجموع الفتاوا وجود دارد. بعد از سخن فاتحی خائن بعد از این سخن ابن تیمیه گفتش دومش وجود دارد. ببینید شیخ علامه عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله مجددین میگن فانظر کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، ای مسلمان ای موحد نظر کن در تقسیمات دین به اصول دین و به فروع دین، به مسئله خفی و به مسئله ظاهر و به خفی، به مسئله بزرگ و به مسئله کوچک، به مسئله که جهل عذر نیست و به مسئله که جهل عذر. نظر بکن به سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله الذي لا يقبل اللبس، فإنه لما ذكر من تقدمات الإشارة إليهم من أرباب المقالات قال وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال. يعني عبدالرحمن ابن حسن گفتن که سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رو نظر بکن که یگان جای لبسش پوشیدیش نافهمان است. سخن شیخ الاسلام واضح مثل آفتاب آشکار است. وقتی که گفتن
ابن تیمیه رحمه الله در مسئله مقالات صحبت ها، یعنی کفریات صحبت کرد که به چند قسم تقسیم می شود کفریات. مقالات یعنی سخن های کفری، عمل های کفری سخن کرد و گفت ابن تیمیه گفت وقال ابن تیمیه گفت رحمه الله وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة لكن ذلك يقع في طوائف منهم. ببینید ابن تیمیه رحمه الله گفتن که قسم اول اگر یک انسان واقع شده باشد به یک مسئله کفر در مقالات خفی، یعنی مسائل فروعی خفی پنهانی دقایق نازک پنهان هر کس نمیفهمد مسئله فروع، انا این خیلی مسئله به یک نفر واقع شود فقط یقالو در بعض این حالت ها گفته می شود که این آدم چی میگه به سبب اینکه اصول دین به خطا نکرد کفر به واقع نشد، در مسئله فروع خفی به کفر واقع شد، در این حالت گفته می شود است که ابن تیمیه میگه مخطئ ضال، این آدم خطا کرد، خطاکار است و ضال گمراه است. در همین حالتی که در کفر خفی واقع شد چی گفته می شود است؟ خطاکار و ضال است. لم تقم علیه الحجه، حجت به این قائم نشد، ما اینا کافر نمیگویم زیرا که این مسئله خفی است. انا این حالت میگیم که حجت نرسید، خطاکار و گمراه هست میگیم، گمراه هست میگیم، اما کافر نمیگیم زیرا که مسئله خفی است. اما مسئله که قسم دوم ببینید، مسئله ظاهری اصول دین ببینید، اكو ببینید لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام. اما این کفر امروز ما از این بعض جماعت های طائفه هایی که میبینیم گفتن، یعنی مقصدشون جهمی هاست، یعنی این طائفه های جهمیه که ما بعضی از این طائفه های جهمیه میبینیم گفتن اینها کفرشون در مقالات خفی نیست، کفرشون در مسائل دقایق خفی فروع نیست، بلکه در امور ظاهر، در اعتقاد و در مسائل ظاهری اصول دین اینها به کفر گرفتار شدند. آن مسئله هایی که گفتند به کفر واقع شدند همه میداند، عامه مردم میداند که این از دین اسلام است، این اصل دین است، این بزرگترین مسئله دین است. نه فقط مسلمان ها گفتند، ببینید بل الیهود و النصارى والمشركون، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها. ابن تیمیه ببینید گفتن این مردم گفتن به کفر و به شرک واقع شد که در امور ظاهر است، در اصول دین به کفر شرک واقع شد، در مسئله خفی نه. همه مسلمان ها میداند که این از اصول دین است، آدم های عامه هم میداند، آدم های عالم هم میداند، همه یک خیل میداند که این از دین اسلام است، زیرا که این مسئله خفی ظاهر است. نه فقط مسلمان ها، حتی یهود، نصارا، مشرکون همه میداند که محمد صلی الله علیه و سلم به همین چیز مبعوث شد، یعنی به اصول دین. البته یهود و نصارا دین اسلام ما را مسائل فروعاتش نمیداند، یهود و نصارای مشرکین از دین اسلام ما مسائل خفیه نمیداند. از دین اسلام ما یهود و نصارای مشرکون چی را میداند؟ اصل دین ما را میداند. اصل دین ما را حتی انمون یهود، نصارا، مشرکان میداند. همه یهود و نصارای مشرکین حالا کجا رسد مسلمین؟ همه مسلمان ها میداند که انمین محمد چی به دعوت میکردن، چی به فرستاده شدن، در کدام مسائل تکفیر میکردن و کفر من خالفها. یعنی یهود و نصارا میدانست، مشرکین میدانست که پیامبر مردم به چی دعوت میکردند. اساس و مهمترین چیزی که پیامبر فرستاده شده بودند چی است و پیامبر در کدام مسائل مخالف خود کافر میگفتند و کفر من خالفه. در کدام مسائل یهود و نصارا هم اینا میدانست. این چی بود؟ مثل گفتند امره بعبادت الله وحده لا شریک له، مثل این که پیامبر امر میکردند
به یگانه عبادت کردن الله که شریک ندارد. انمین دعوت پیامبر، دعوت به سوی توحید، یکتاپرستی، یگانه عبادت الله انجام دادن که او شریک ندارد و نهیه عن عبادت احد سوى الله و نهی رسول الله، بازداشت و من کردن رسول الله از عبادت غیر الله، از کفر و شرک، من الملائکه و النبیین، از عبادت ملائکه ها، از نبیین، از شمس، از مهتاب و آفتاب و ستاره، از بت و صنم و غیره، پیامبر من میکردن. دعوت پیامبر اصول دین فهمیدید؟ اصول دین چی بود است؟ امر پیامبر به عبادت الله، یگانه الله عبادت کنید، به الله کسی را شریک نآورید و نهی میکردند، مردم میگفتند که غیر الله عبادت نکنید، ملائکه، پیامبر، آفتاب، مهتاب، ستاره را بوده. همین اصل دین بود و همین به خاطر همین پیامبر فرستاده شده بودند. همین دعوت پیامبر، همین اصل دینه. حتی یهود، نصارا، مشرکین میدانستند که پیامبر همین دعوت کرده است و یهود و نصارا مشرکین میدانستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر همین مسئله مخالف خود تکفیر میکردن، زیرا که این مسئله خفی نیست، ظاهرترین مسئله اصول دین است. در دوامش ابن تیمیه میگن فإن هذا اظهر شعائر الاسلام، و این مسئله یعنی دعوت پیامبر به یکتاپرستی و نهی و بازداشت از شرک اکبر و کفر اکبر ظاهرترین شعار اسلام است، اصول دین است. در دوامش با میگن که مثل امر بالصلاه و اجاب الیه و تعظیم شأنها و مثل معادات اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس و مثل تحریم الفواحش والربا والميسر، مثل امر پیامبر اینچنین به نماز و مثل اینکه براءت و معادات داشتن به یهود و نصارای مشرکین صابئین و مجوس و مثل حرام بودن فواحش، مثل حرام بودن ربا و میسر و غیر ذلك. در دوامش گفتن که ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الانواع فكانوا مرتدين. ابن تیمیه گفته است اما بعد از این میبینی که بسیاری انسان ها، حتی بزرگان بعضی از مذهب ها گفتن به همین اصول دین یا مسائل ظاهری اصولی واقع شدن به کفر، مسائلی که یهود و نصارا میدانست که این پیامبر آورد، لیکن بعضی بنا مسلمان ها این به واقع شدن، جاهل موندن، نفهمیدن، فکانوا مرتدین و از جمله مرتدین شدن. میگه نکب الکنون ببینید در اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دین را به دو قسم تقسیم کرده. دینی که خفی هست و فروع است، کسی که در مسائل خفی و فروع به کفر واقع شود، کفری که خفی از مسائل اصول دین نیست، دقایق نازکای فروع، در این حالت ما این آدم چی میگفتیم؟ خطا کرد، گمراه است، اما مسلمان است، حالی هم به حجت نرسید. اول حجت میرسوند، بعد از حجت اگر قبول نکرد تکفیر. اما مسائلی که ظاهر است و از اصول دین است، به مانند دعوت پیامبر که یگانه یکتاپرستی، یگانه الله عبادت کنید، الله به شریک قرار ندهید، نهی از شریک قرار دادن به الله، معادات و غیره، در این مسئله کسی که واقع شد مرتد می شده است و در این مسئله خطا کرد، جهل عذر است و در این مسئله بارک الله فیکم این چنین سخنها گفته نمی شده است، زیرا که این مسئله اصول ظاهرترین مسائل شریعت بود است. انا این چنین تقسیمات اهل سنت را ابن تیمیه رحمه الله به این نمود تقسیم جدا کردند و به اهل کلام گفتند که اصول دین فقط ربوبیت نه، هم ربوبیت است، هم الوهیت است، هم اسماء و صفات است، هم حکم است، هم لا اله الا الله است، محمد رسول الله است. انا تو فهمیدید؟ انا این سخنی ابن تیمیه که عبدالرحمن فاتح نگفت، اما از علمای متأخرین در مسئله اصول دین و فروع دین، بله علماهای هستند که اصول دین و فروع دین تقسیمات را انکار کردند، متأخرین هستند. اینا کی هستند؟ اول دیدید که ابن تیمیه اصول دین و فروع دین تقسیمات کلامی را انکار کرد، اهل کلام و جهمی ها را،
تقسیمات سلفی اهل سنت و الجماعت اثبات کرد. انکنین علمای معاصر میگه، علمای متأخرین که در همین عصر 10 سال 20 سال 30 سال پیش مردگی هستند که تقسیمات اصول و فروع انکار کردن، اینا کی هستند؟ بمانندی البانی، بمانندی مقبل الوادعی یمنی، بمانندی ابن عثیمین، بمانندی امروز ربیع ابن هادی المدخلی، بمانندی جامی، یکی از رؤسای مدخلی جامی. انا اینها انکار کرده است. این خیلی تقسیمات نیست. ما میگوییم که این علما خطا کردند. قسم از سبب لغزش خطا کردند به مانند عثیمین و قسم دیگر از سبب منهج خطا کردند به مانند ربیع الهادی المدخلی. منهجش که مدخلی جهمی است، از همین جهت اصول دین و فروع دین قبول ندارد. برای چی؟ برای که در مسئله اصول دین تقسیم کردن دین به اصول و فروع سه مذهب وجود دارد. تقسیم کردن دین به اصول و فروع سه مذهب وجود دارد. مذهب یکم، مذهب خوارج ها، مذهب غلات، مذهب تکفیری ها، اینها چی میگویند؟ میگویند که دین به اصول و فروع جدا نمی شود. گناه کبیره کرده رو هم به اصول داخل میکنند. نماز هم اصول دین است، ربا ترک کردن هم اصول دین است، غیبت نکردن هم اصول دین است. فهمیدید؟ یعنی همه این مسائل در نزد اونها اصول دین است. برای همین کسی که گناه کبیره کرد در نزد خوارج ها این اصول دینش ترک کرد و کافر شد. یعنی در نزد خوارج ها همه این مسائلی که از محرمات است، از واجبات است که ما باید ترک کنیم، ترک کردنش واجب است، اما اصول دین نیست. آدم اگر ترک نکند گناهگار میشد، کافر نمیشد. خوارج ها این گناه ها رو بمانند ربا، غیبت، مسخره، استهزاء، عرق خوردن، زنا کردن، اینها گناه کبیره است. اگر انسان مسلمان اینا حرام گفته به خاطر شهوت انجام داده باشد، گناه کبیره کرد، کافر نیست. اما در نزد خوارج ها این اصول دین است. کسی که این انجام کرد کافر است. اینها برآوردند و مسائل واجبات را اصول دین گفتند. خوارج ها تمام مسلمان های روی عالم را به یک گناه کبیره اصول دین گفته کافر گفتند. و در نزد خوارج تقسیم اصول دین فروع دین وجود ندارد. یک. و این چنین مذهب دوم، مذهبی که ضد خوارج ها کی است؟ جهمی ها. خوارج ها را غلات گفته می شود، جهمی ها را جفات، خشک ها، پست رفته ها. خوارج ها را افراطی گفته می شود. این جهمی ها را تفرید، تقصیر، پایان رفته گفته می شود. جهمی ها آمدند ضد خوارج ها. خوارج ها گناه ترکش اصول دین گفتگی بود، همه مسلمان ها رو تکفیر کرد. اما جهمی ها آمدند و یکتاپرستی که اصول دین است. حتی یهود و نصارا فهمید که پیامبر به یکتاپرستی دعوت میکند. هر کی کفر شرک اکبر که اصول دین است. لا اله الا الله گفتنش و عمل کردنش اصول دین است. محمد رسول الله گفتنش و عمل کردنش اصول دین است. جهمی ها آمدند به مانند اشعری، ماتریدی، همش قسمی از اشعری، ماتریدی، رافضه و این حزبی های محمد اقبالی که از رافضه ها و این مدخلی عبدالرحمن فاتح ملا قطنبه، اینا آمدند و اصول دین گرفتند و گفتند که دین ما اصول دین ندارد. همه دین چی است؟ همه دین فروع دین است. خوارج ها اصول دین و فروع دین انکار کردند، مسلمان ها را تکفیر کردند. این جهمی ها اصول دین و فروع دین تکفیر انکار کردند و همه مشرکین، حتی یهود و نصارا را مسلمان میگن. امروز در کوچه رو، در روسیه، در امریکا، در اروپا، یک کریستیان رو، یک یهود رو، یک نصرانی رو، یک بودیست رو، یک سیخ رو، یک ملحد رو گوید که تو مسلمانی، من تو رو کافر نمیگویم، من تو رو در دین خودم میدانم، توی مسلمان میگم، گوید بروی شما یهودم توف میکند، نصرانی هم توف میکند، ملحد هم توف میکند. میگه که ای احمق، میگه ای جاهل، میگه من به دین تو کافرم، میگه من دیگر دین دارم، میگه دین من دیگر است، دین تو دیگر است. دین من میگه یهود یا نصارا یا سیخ یا ملحدی است، من به دین تو کافرم، میگه دین تو دیگر است، تو به دین من کافری، دب کارت کن، میگه. اما این جهمی ها رفته میگن که نه 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 تو مسلمانی، نه که تو مسلمانی. میگه اگه ببینید یهود و نصارا میخندد حالت عازری خوب صوبه. استاد همین عازری ها هشام البیلی مصری میگه که من یهود و نصارا رو عموما کافر میگم، لیکن شخصیتش مسلمان میگم.
برای همین مذهب دوم مذهبی که است مذهب جهمی ها. جهمی ها آمدند و اصول دین و فروع دین انکار کردند، مشرکا را مسلمان گفتند. مذهب سوم مذهب اهل سنت است. اهل سنت اصول دین و فروع دین را تقسیم کردند. خیلی که سلف صالح تقسیم کرد. اولا قرآن تقسیم کرده، سنت تقسیم کرده، سلف صالح تقسیم کرده، ابن تیمیه هم تقسیم کرده، علمای نجد تقسیم کرده و حتی کتاب نوشته الادله والبرهان على عدم العذر بالجهل في اصول الدين. اصول الدين عند جهل عذر است، فروع عند جهل عذر است. این منهج اهل سنت است. با آداب و اخلاق، با چی، با انصاف و عدل تکفیر را در همه جا نکردند به مانند خوارج و تکفیر را در همه جا انکار نکردند به مانند جهمی. جایی که الله تکفیر گفتگی است در اصول دین تکفیر گفتند، اسم و حکم جدا کرده و خون و قتل و حکم اسم جدا کرده و جایی که الله تکفیر نکرده و تکفیر کردن جایز نیست گفته و قیام و حجت گفته تکفیر نکرده. انا که فهمیدید منهج اهل سنت و جماعت در مسئله این چی است؟ یعنی سه مذهب است. خوارج انکار کرد و همه را تکفیر کرد، تقسیمات اصول و فروع. جهمی ها اصول و فروع انکار کرد و همه را مسلمان گفت. اهل سنت جدا کردند، الله رسول کافر گفته را کافر میگن و الله رسول مسلمان گفته را مسلمان میگن. جایی که الله رسول گفت حکم الله اجرا میکن، جایی که الله رسول گفت نگفت نمیکن. انا کن سخن فهمیدید، مذهب فهمیدید، بارک الله فیکم. انا کنون البانی معلوم مشهور فوزان میگوید، همه علمای معاصری انا همون امروزه میگن که البانی مرجعه بودن. البانی در این بابها خیلی کمبودی زیاد داشتن و بالاخره البانی هم که از این سببی که در این مسائل خطا کردن، مقبل وادی هم خطا کردن، ابن عثیمین هم خطا کردن و اینا خطا کردن. یک انا کنون بیاد به منهج باز میگردیم، به منهج باز میگردیم. همه کسانی که دعوای اهل سنت میکنن، دعوای سلفی میکنن، همشون میدونن که منهج اهل سنت قرآن سنت فهم سلفی این امت است. اگر علمای بعد از سلف آمده سخنشون موافق سلف باشد قبول است، مخالف سلف باشد قبول نیست. سخن البانی، مقبل وادعی، جامی یا که مدخلی یا که ابن عثیمین یا که هر کسی که بارک الله فیکم، هر کسی که میگوید که دین ما تقسیم نمی شود، نه به ظاهر و خفی، اصل و فروع، هر کسی نباشه. ما سخن سلف میبینیم که سلف چی میگن. ما عالم پرست و آدم پرست نیستیم. این عالم ها را ما احترام میکنیم، لیکن خطا کرده باشن خطا کردن میگیم. ما این عالم ها را احترام میکنیم، لیکن سخنشون مخالفی سخن سلف باشد انکار میکنیم. برای چی؟ برای که پیامبر گفتن خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بهترین قرن من است، بهترین زمان من است. حق در همین است، بعد از این در تابعین، بعد از این در تبع تابعین است. اما ما بیایم سخن سلف انکار کنیم، سخن متأخرین نگیریم، البته این گمراهی است، ضلالت است. هر کسی که سخن متأخرین نگرفته سخن سلف انکار کرد گمراه است. حق، هدایت، منهج در همین جاست که سخن سلف میگیری، هر عالمی که مخالفت به سلف کرد سخنش انکار میکنی. امام الشافعی محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله تولد شده 150 هجری، یکی از سلف صالح، امام چهار مذهب، گفتند خیلی که بارک الله فیکم در کتاب رساله امام الشافعی وجود دارد. کتاب رساله، کتاب اصولی. البته این مسئله رو اگر شما خواهید که خوب فهمید، به کتاب های اصول سلف و اصول اهل سنت متقدمین نظر بکنید. تقسیمات اصول و فروع از نظر عقیدوی و از نظر دیگر مذهب ها رد تفصیلات وجود دارد. امام شافعی رحمه الله گفتند العلم علمان، علم عامه لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهل. نوع الثاني ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص في كتاب ولا في كثير
كثيرهن ولا في كتاب ولا في سنة، وإن كانت في شيء منه السنة فإنما هي من الأخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. ببینید امام الشافعی رحمه الله گفتند علم دین دو علم است. همین دین ما دو نمود علم دارد، به دو قسم دین ما تقسیم میشد. یعنی دانستن دین ما به دو قسم تقسیم میشد. علم عامه، دانستن عامه، یعنی علمی که باید همه دانند، عالم، عادی، زن، مرد، پیر، جوان، کودک حتی تعلیم داده می شود. این علمی که علم عامه هست، لا یسع بالغا غیر مغلوب علی عقله. یگان آدمی بالغی که به بلاغت رسیده است از فهمیدن این علم نباید دور شود و حقی نفهمیدن ندارد. علی المغلوب علی عقلی جهل. و هر عاقلی که عقل دارد و بی عقل نیست، دیوانه نیست، مجنون نیست، انسان سالم است و به بلاغت رسیده است، جهلش در این نمود علم قسم اول عذر نیست. این کدوم نمود علم است؟ همون دعوتی که پیامبر کردند. حتی یهود، نصارا، مشرکین میدانند، همه مسلمان ها میدانند که پیامبر مردم به یکتاپرستی دعوت کردند و نهی از کفر شرک اکبر کردند. از قبر پرستی و آدم پرستی و ملائکه پرستی و بت پرستی پیامبر نهی کردند. این اصول دعوت پیامبر بود. لا اله الا الله محمد رسول الله. هم میداند این دین ما همین خل بودن یهود و نصارا و مشرکین هم همین روزا میدونن بسیارش که دین مسلمانان همین دین یکتاپرستی است. و یگان نفر که خودش مسلمان میگه دو به بلاغت رسیده است جهلش عذر نیست میگه. همان وقت جهلش عذر است که میگه این آدم چی باشد؟ عقلش از دست داده باشد، مجنون، دیوانه و غیره. اما میگه نوع ثانی، دومین نمود علمی آموختن دین ما ینوب العباد من فروع الفرائض. این مسائلی که بنده ها انجام میتن از فروعات فرائض یا از فروعاتی که یختص به من الاحکام، از مسائل خصایصی که از احکام است، و غیرها مما لیس، یا غیر فرائض، دیگر مسئله های فروعی، حتی مسائل فروعی جزئی عقیدوی دقایق خفی، خیلی شیخ الاسلام تیمیه گفتن باشد که در این نص یک ظاهر و آشکار در کتاب الله نیست، در سنت رسول الله نیست. اگر بعضی از دلیل ها باشد هم این گفتن اخبار خاصه است، فقط علما میفهمند. ولا من اخبار الخاصه لا اخبار العامه. آدمای عامه فهمیده نمیتونند. در این مسائل گفتند علم دوم، این قسم دوم دین است. انا اکنون فهمیدید امام الشافعی رحمه الله جدا کرد. اگر راضی نشدی به این سخن امام شافعی، این گمراه بودنی تو را دلالت میکرد. بارک الله فیک. بیایید سخن دیگری امام الشافعی رحمه الله را نظر میکنید. اینا نظر کنید به کتاب امام الشافعی الرساله. کتاب دومین سخن امام الشافعی شاگردشان مزنی و غیره میارند. این است: خرج الشافعي على أصحابه يوما وهم يتناظرون في الكلام في رب العالمين، فقال لهم: تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم أخطأتم، لا تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم كفرتم. یک روز امام الشافعی به نزد دوستانشون، شاگردانشون برآمدند. یعنی به مسجد آمدند یا به یک مجلس رفتند. عادتا مجلس در مسجد میشد. در آمدند که دوستان امام الشافعی دارند مناظره به هم دیگر میکنند، مناظره علمی کرده ایستادند و این مناظرهشون در بالای کلام الله رب العالمین است. یعنی در بالای کلام الله مناظره کرده است. یک قسم این خیل میگن، یک قسم دیگر این خیل. امام الشافعی به این شاگردانشون، دوستانشون خطاب کرده گفتند که ای مردم، ای برادرها، مناظره کنید، مناقشه کنید در بالای همون چیزهایی که اگر خطا کردید شما را گفته میشد که خیر برادر خطا کرد، هیچ گپ نیست. اما هرگز مناظره نکنید در بالای همون چیزهایی که اگر خطا کردید شما به گفته میشد که کافر شدی.
امام شافعی رحمه الله در اینجا دین را به دو قسم تقسیم کرد. مسائل های هست که من و شما می توانیم که بالاش به مناظره کنیم، بالاش به اختلاف کنیم، لیکن یگان نفرمون کافر نشویم. من فقط گویم که برادر تو خطا کردی، یا تو مرا بگویی که برادر خطا کردی، زیرا که این مسائل خفی یا فروع است. اما بعض مسائل است که ما حق مناظره کردن و با هم دیگر دو مسلمان اختلاف کردن نداریم. مسائل اصول دین، در مسئله یکتاپرستی، در مسئله کفر بالطاغوت، در مسئله لا اله الا الله، در مسئله انکار شرک، در مسئله کفر شرک ترک کردنش، در این مسئله من و تو یک موحد به هم دیگر مخالفت کردن ما این ممکن نیست. هر کسی که مخالفت کرد در اینجا خطا کرد برادرم نمیگوید، اینجا کافر شدی، تو کفرت میگید، تکفیر عین گفته شدن، کافر شدی. امام شافعی حتی تکفیر عین کرد. خیلی که حفظ فرد بم وقتی که به نزد امام شافعی اومده میگه که قرآن مخلوق است، میگن که کفرت بالله یا کافر، کافر شدی یک کافر میگه. تکفیر عین وجود داره. امام مزنی رحمه الله میگن که سألت الشافعیه عن مسألة في كلام فقال سألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. امام المزنی رحمه الله استادشون شافعی رو از مسئله کلام یک سؤال سخت کردن. امام شافعی گفتن که ای مزنی، تو مرا یک سؤال کن که من اگر این سؤال به خطا کنم، سؤال لنده بگو که خیر امام شافعی خطا کرد، مرا سؤال نکن که اگر من خطا کنم کافر شد. یعنی ببینید در بعض اصول دین خطا کردن، ببینید در بعض قسم دین خطا کردن عذر است، عذر. اما در بعضی از قسم دین خطا کردن عذر نیست، آدم کافر میشد، به مانند کلام الله، به مانند توحید و غیره. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. پس انا این است. امام الذهبی وفات کننده 748 هجری رحمه الله این سخنهای امام شافعی را ذکر کردند و در زیر سخن امام شافعی امام الذهبی چی گفتند؟ هذا دال على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. امام الذهبی، شمس الدین الذهبی رحمه الله سخن امام شافعی را ذکر کردند و در زیرش گفتند که این سخنهای امام شافعی دلالت میکند که مذهب ابی عبدالله یعنی محمد ابن ادریس شافعی، مذهب امام شافعی این است که خطا کردن در اصول دین، خطا کردن در اصول به مانند خطا کردن در مسائل اجتهادی فروعی نیست. خطا کردن در اصول کفر اکبر است، اما خطا کردن در مسائل اجتهادی و فروع این یک مسئله اجتهادی و خطا است و درجه بالاترینش این یک گمراهی یا که یک گناه است. انا این است. اکنون سؤال ما به محمد اقبال صدرالدین حزبی مشرک و به عبدالرحمن فاتح مدخلی مشرک عازری این است که آیا امام شافعی را شما به نامش گرفته مرد برین میگوید که امام شافعی تکفیری است؟ امام المزنی تکفیری است؟ امام شمس الدین الذهبی تکفیری است؟ یا شما گفته میتواند که ابن تیمیه تکفیری است؟ شما گفته میتواند که علمای نجد که الادله والبراهین على عدم العذر في الجهل في اصول الدین گفته کتاب نوشتن که اصول الدین به جهل عذر نیست، فروع به جهل عذر است. همه اینها را شما نام به نام میگوید. ای خوب است شما امام شافعی را، تمام سلف را، تمام علمای متقدمین را، متأخرین را به خاطر حزبتون، به خاطر منصب خوارج گفته ایستادید. فردا در روز قیامت وقتی که به الله روبرو شدید به این تهمتتون، بهتانتون به الله چی میگید؟ ای محمد اقبال صدرالدین 45 و 50 ساله شدی، مرگ به نزدت می آید روز از روزها. وقتی که رفتی ای عبدالرحمن مشرک عازری به الله روبرو شدی، وقتی که این همه علما را تکفیری گفتی، خوارج گفتی، گمراه گفتی، تو به الله چی جواب میگویی؟ مذهب اهل سنت را خوارجی گفتی، به دین الله شب روز میجنگی، چی میگویی؟ ای پیروان عبدالرحمن فاتح عازری ها، ای پیروان این مدخلی، ای پیروان محمد اقبال صدرالدین حزبی ها،
از الله ترسید. عبدالعزیز طریفی یک سخن خوب میگوید که احمقترین آدم همون کسی هست که دینش را به خاطر دنیا میفروشد. اما از این هم احمقتر دیگر آدم است. احمقتر از این هم یک آدم است که دینش را به خاطر دنیای دیگر انسان ها میفروشد. من میترسم که پیروان حزبی ها محمد اقبال، پیروان آذری های عبدالرحمن این مدخلی، شما دینتون را، ای مردم، شما پیروان این شخصان دینتون را به خاطر دنیای اینها فروخته ایستادید. روز قیامت میروید الله میگه که دین نداری. چرا؟ برای که دینت را به خاطر محمد اقبال فروختی، به خاطر دنیای محمد اقبال، کرسی محمد اقبال، یوتیوب محمد اقبال، به خاطر کیفیت و لذت محمد اقبال و عبدالرحمن فاتح فروختی. ای مردم، ای حزبی ها، ای مدخلی ها، آدم پرستی را پرتایید، دروغ بستن به دین را پرتایید، به دین الله جاهلانه گپ زدن و جنگ کردن پرتایید. توبه به سوی الله کنید. والله ما خیر شما را میخوایم. توبه بر سوی الله کنید. این دروغگویی شما جواب دارد. الله میگوید و من تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا عنه الوتین. هر کسی که به ما دروغ میگوید، از نام دین ما دروغ میگوید، از موی پیشونیش میگیریم، رگ گردنش میکفانیم. در آیت دیگر میگوید ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. ای اقبال، در مسائل که علم نداری، ای عبدالرحمن مدخلی علم نداری، صحبت نکن. گوش تو، شنوایی تو، بینایی تو، دل تو، صدر تو جواب میگوید. بله والله در نزد الله جواب خواهید گفت. سبحان الله. انا این است. امام الشافعی رحمه الله فرمودند لله تبارك وتعالى اسماء وصفات لا يسوء احدا قامت عليه الحجة ردها فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر. أنا كنت ببینید امام الشافعی در باب اسماء و صفات توحید اسماء و صفات رو به دو قسم تقسیم کردند. گفتن الله سبحانه و تعالی یک قسم از اسماء و صفات رو دارد که لا يسوء احدا، هیچ کسی حق ندارد که بعد از رسیدن قیام حجت این صفات ها و نام های الله انکار کند. و هر کسی که بعد از رسیدن قیام حجت انکار کند این نام های الله را، پس او کافر است به الله. اما پیش از رسیدن حجت این آدم را از جهت خبر که جهت خبر نرسید کافر نمیگیم. برای چی؟ برای آن که این صفات ها کدام صفت است؟ صفات های خفی است که به عقل، به رویه، به فکر فهمیده نمیشه. اما یک قسم دیگر صفات های الله است که به عقلت، به فکرت، به این دنیا و نظرت فهمیده میشد. به مانند چی؟ الله آیا زنده هست یا نیست؟ حیات دارد یا ندارد؟ بله حیات دارد یا ندارد میفهمی. تو میگویی که بله الله هست و حیات ندارد، کافر هستی. الله وجود دارد یا ندارد؟ بله وجود دارد. الله سبحانه و تعالی قادر است؟ بله قادر است. علم دارد؟ بله علم دارد. انا این مسئله ها به جهل عذر نیست. اما مسائلی که دست الله، پای الله، مسائل صفات های بغوم، انگشت الله و دیگر مسائل هایی که از مسائل صفات های دقایق است، امام شافعی انا اینجا میگه تا حجت نرسد آدم کافر نمیشه. اما حجت رسید، بعد از حجت رسیدن انکار کردی کافر میگه، فهو کافر میگه. فهمیدید؟ انا که فهمیدید که علما چی میگفتن؟ انا که ببینید بارک الله فیکم. امام ابو عبدالله محمد بن نصر المروزی، یکی از علمای بزرگ متقدمین از اصحاب حدیث، نقل کرده میگه که لما كان العلم بالله ایمانا والجهل به كفرا وكان العلم بالفرائض ايمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر وبعد نزولها من لم يعلمها ليس بكفر لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله في أول ما بعث الله رسوله إليهم ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك لم يكن جهلهم ذلك كفرا ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولم تأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا وبعد ما جاء مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا والجهل بالله في كل حال كفر
قبل الخبر و بعد الخبر. نظر بکنید به کتاب تعظیم و قدر الصلاه صفحه 365 و مجموع الفتاوای ابن تیمیه رحمه الله مجله 7 325 که ابن تیمیه برای تقسیمات دین این ذکر میکنه. امام المروزی یکی از علمای سلف است. اناکنون دیگر علمای سلف ببینید. امام المروزی برای جدا کردن اصول دین و فروع دین ذکر میکنند. وفات کننده 294 هجری است. امام المروزی رحمه الله گفتند از اصحاب حدیث نقل کردند، اجماع سلف نقل کردند. امام المروزی اجماع سلف نقل کردند که دین ما به اصول و فروع تقسیم میشه. ای گمراه، ای حزبی مدخلی، دینت از سلف گیر، اجماع سلف بین. امام المروزی وفات کننده 294 هجری گفتند که علم به الله این ایمان است و جهل به الله، جاهل بودن به الله کفر است. اما علم داشتن به فرائض، مسائل هایی که فرضیه که الله در قرآن و سنت فرض کرده است، ایمان است. ایمان است، بله، علم داشتن به این چیزها ایمان است. اما جاهل بودن، نفهمیدن بعض این مسائل ها پیش از نازل شدن قرآن و سنت یا پیش از رسیدن قرآن و سنت، پیش از رسیدن حجت، این کفر نیست. یعنی ببینید ایمان به الله این در همه حالت فرض است. جاهل بودن به الله در همه حالت کفر است. پیش از رسیدن حجت، بعد از رسیدن حجت فرق نداره. شناخت الله، ایمان به الله، یکتاگی الله، از شرک کفر دست کشیدن، لا اله الا الله، در همه حالت این چی است؟ این فرض است، از اصل دین است. در همه حالت جاهل موندن در حق الله این چی است؟ کفر اکبر است. اما در مسائل احکام، این قسم دوم اسلام دین، مسائل فروعات یا احکام، پیش از حجت رسیدن این کفر نیست. یک آدم به حجت نرسید، نفهمید، یک آدم در بادی است، در درون کفار است و نو مسلمان شد، حرام بودن یک چیز نفهمید، فرض بودن یک چیز نفهمید، برای که قرآن و سنت هیچ کس به او نرسونید. این در بین مسلمان ها هم نیست. بله، نفهمیدنش، ندانستنش از سبب نرسیدن قرآن و سنت کفر نمیشه. اما الله نشناسد، در همه حالت کفر است میگه. و در آخر اومده میگن که والجهل بالله فی کل حال کفر، جاهل موندن در حق الله، در حق توحید، در اصول دین، در همه حالت کفر است. پیش از خبر و بعد از خبر، پیش از رسیدن حجت و بعد از رسیدن حجت. اکنون بگوید که این اجماع سلف نقل کرد. اجماع سلف امام المروزی ابو عبدالله محمد بن نصر المروزی وفات کننده 294 هجری سلف صالح اجماع سلف نقل کرد که علم داشتن در حق الله اصل دین است، جهل عذر نیست. پیش از حجت بعد از حجت انسان کافر میشد. اما در دیگر احکام اگر حجت نرسیده باشد کافر نمیشود و شرایط تقسیمات خودش که اینجا گفتن ما دوری دراز نشد گفته به تفصیلات ندار آمدیم. پس اینها تکفیری هستند، اینها خوارج هستند. بله، از نظر حزبی ها، از نظر مدخلی ها خوارج هستند. برای همین علمای اهل سنت و الجماعت من شما را از حزب باز می‌دارم. برای همین علمای اهل سنت و الجماعت من شما را از جماعت و جماعت بازی، از این فرقه گرایی، مدخلی گرایی باز می‌دارم. برای چی؟ برای اینکه اینها حزبشان به کفر رود، به خاطر دفاع حزبشان اسلام انکار میکنه. مدخلی ها فرقهش در اساس کفر شرک است، به خاطر دفاع فرقهش قرآن و سنت، به قرآن و سنت و مذهب سلف خوارج میکرد. انا این است دفاع اینها قرآن و سنت و فهم سلف نیست. مقصد اینها ظاهر شدن حق نیست. مقصد اینها دفاع حزبی ها، دفاع حزب است. قرآن و سنت انکار کرده، مذهب سلف انکار کرده، یک علاج کرده، حزب دفاع میکنه. مدخلی ها یک علاج کرده، سلف صالح خوارج گفته و تکفیری گفته، فقط همون مدخلیش اثبات میکنه. ما اهل سنت و الجماعت ما یگان حزب نداریم، یگان فرقه نداریم، یگان جماعت نداریم. ما مذهبمون اهل سنت و الجماعت، منهجمون قرآن و سنت فهم سلف است و ما حرکت میکنیم که قرآن و سنت رو به فهم سلف گیریم و فهم سلف و قرآن و سنت دفاع میکنیم. انا میگم
بارک الله فیکم. انا کنون برادرای عزیزم، از این زیاد ما با دیگر چی بگوییم؟ به کسانی که عقل است، خرد است، فهم است، همین کافی است. این صحبت های ما را منتشر بکنید و حتما به دقت گوش کنید و این شبهات کوریده حزبی ها و جهمی ها را به خاطر انکار قرآن و سنت و تکفیری گفتن سلفی امت و مشرکین به خاطر دفاع کردن این شبهاتشون در همه جا برادران و خواهران طالب علم رد زنید. این مهم است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.